السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان عزیز. امید دارم همه کس خوب و سلامت هستین. ننگ ملت ما رحمان بود، از اول مکردان و شیطان بود. پادبان نامی بود، ناجوان مرد و ناگرامی بود. سالها بهر خلق سرسختش، وعده ها داد و لک زبانی بود. دو و تازش برای سامان بود، طلبیدنهایش از دل و جان بود. با کوچک بچه های اطرافش، خائنان زمین مایان بود. او زمین فروشی یکم جا بود، فکر و هوشش فقط به سودا بود. لاف بیهوده پهن دنیا بود، پیشرویش کدو و لوبیا بود. بدبین و تکبر رسوا بود، سال و ماه بیهوده شهنشاه بود. دشمن موی سفید و مردها بود، عاشق رقص و بین زنها بود. صورت و عکس او هزارها بود، لعنت خلق روز شبها بود. قالینی سرخ زیر پایها بود، مبلغ هزاران صغیرها بود. تعریفش فخر 40 شغالها بود، نه آن فخر خلق تو و ما بود. همه فند و لافش معلق بود، کسی باورش کرد چو احمق بود. محمد همیشه رهش حق بود، دل پرغمش داغ ناحق بود. محمد همیشه رهش حق بود، دل پرغمش داغ ناحق بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردمی سربلند تاجیک، انشاءالله پیروزی نزدیک است. مردم شریف تاجیک به پیش. السلام علیکم و رحمت